برنامه نوروزی آفساید قصد داریم آفساید خورترین های سال گذشته رو به شما معرفی کنیم. در این برنامه ما اونها رو از زاویه‌ای متفاوت زیر نظر میگیریم و تمام ویژگی های اونها از قبیل تکنیک فردی، سرعت، قدرت و فن بیان و هزار توی کله هاشون رو روی این میز تشریح میکنیم. البته پیشاپیش به شما هشدار میدم که حتما یکی از این ماسک ها نیاز دارید، چون آلودگی که از کله های اینها بیرون میاد خیلی بیشتر از آلودگی هوای تهرانه. و در پایان پیش بینی های آفساید رو در مورد سوژه مورد نظر مشاهده خواهید کرد. سوژه این برنامه ما برای خودش یه پا مارکوپولوست، یعنی از شرق دور تا غرب دور، نه غرب دور که نه، تا همین غرب نزدیک رو متر کرده، یعنی حداقل خودش یک همچین ادعایی داره. پاکستان رفتم، هندوستان رفتم، اروپا رفتم، ژاپن رفتم، مدتی در بوسنی من رفت و آمد داشتم. البته اینکه زمان این سفرهاش کی بوده رو لو نمیده. زمان قاجار بوده، سلطان محمود غزنوی بوده یا عصر مفرق بوده. ولی اینکه اونجا چی کار میکرده رو به ما گفته. پدیده انقلاب اسلامی که ناشناخته بود برای مردم دنیا، من تا اونجایی که میتونستم معرفی کردم. نظام چی میگه، اماممون چیست، خصوصیاتش چیست و این نظام جمهوری اسلامی یعنی چی. بله، با زحمات جنتی امام به جهانیان شناسانده شد و جای خودش رو در برنامه‌های تلویزیونی و سینما پیدا کرد. Gentlemen, this is getting us nowhere. If we do nothing else this week, we must conceive at least one terrorist act that will show all the world that the United States, the great Satan, is but a paper tiger, a weak nation, of weak people, a people ripe for destruction, cowards no longer willing to fight. بله، این امام صادراتی جنتی بود. حالا ببینیم که دیگه توی فرنگ چی کار میکرده. مدتی در بوسنی من رفت و آمد داشتم در زمان جنگ، زمانی که خطر داشت رفتن اونجا. بعضی وقتا با جلیقه ضد گلوله من رفت و آمد میکردم. شبا گاهی اونجا خطر داشت، روز خطر داشت. پس تا اینجا باید یک مدال زرشک شجاعت براش کنار بذاریم. بالاخره بعضی شبها با وجود خطرها تکی تو شب از این اتاق به اون اتاق میرفته. ولی در حال باید قبول کرد که با همین جلیقه و ماشین ضد گلوله تونسته تا به حال از دست اسرائیل در بره. البته یه وقت فکر نکنید که این جنتی که اینجا نشسته و تو تریبون تبلیغات انتخاباتیش صحبت میکنه علاقه داره که از خصوصیات شخصی خودش تعریف کنه. خدای نکرده. من با اینکه علاقه من نیستم که راجع به خودم صحبت بکنم. بله، اصلا علاقه نداره که از خودش تعریف کنه. یعنی این صحنه هم که اینجا میبینید، حالا شاید توی تصویر دیده نشه ولی به زور آوردنش اینجا. پاشو بستن به صندلی، پشت دوربین سلاح گرفتن سمتش که یالا به کرده‌های خودت اعتراف کن. مدتی هم اونجا بود، مسئولیت بسیار خوبی رو من اونجا ایفا کردم. خیلی به درد خورد کاری ما اونجا. مقیدم به این که وقت را رعایت بکنم، حتی بعضی وقتا رو دقیقه حساب میکنم و هنوز اون ساده زیستی را در مسکنم، در لباسم، در خوراکم، در همه زندگیم من صرف جویی در برق و در آب و در گاز و امثال اینا رو به قدری گاهی دقت میکنم که اهل خانه از من ناراحت میشن. البته این صرفه‌جویی در آب و برق و گاز و اینا سابقش برمیگرده به عصر حجر دیگه که اون موقع مصرفو به صفر رسونده بودن. در همین رابطه الان صحبت میکنیم با کارشناس امور باستانشناسی برنامه‌مون از پارک جوراسیک که اطلاعات ما رو در این زمینه افزایش میده. فرزان، در مورد سوابق جنتی دانشمندا چه دستاوردهایی داشتن؟ با سلام به شما و بینندگان عزیزتون.
در رابطه با این سوالی که کردین، در تازه ترین کشفیاتشون دانشمندا پی بردن که علت انقراض دایناسورها علاقه شدید جنتی به نیمروی تخم دایناسور بوده، طوری که از یک سالی دیگه دایناسور جدیدی متولد نشده و همشون نیمرو شدن. البته دایناسورها فواید دیگه‌ای هم برای جنتی داشتن، اون هم این که جنتی با نقل خاطراتش از محل دفن گله دایناسورهای نخودخوار مکان دقیق میادین کشف نشده گاز رو برای شرکت‌های نفتی مثل توتال بازگو کرده و پولهای کلانی رو هم به جیب زده. ولی همین موضوع نفت برای جنتی دردسرساز هم شده، چون در تازه ترین اسمسش جنتی گفته که شب پدرش توی خواب بالای سرش ظاهر شده و بهش گفته خاک تو سر بیورزت کنن، همه همسن و سالهای تو سالهاست که نف شدن و کلی قیمتشونه، تو هنوز 2 کیلو پوست و استخون بیشتر نمیارزی. خب فرضاً این اطلاعاتی که شما داری همش به دوران طفولیت جنتی برمیگرده. آیا از دوران نوجوانیش هم اطلاعات جدیدی داری؟ بله، اتفاقا در یادداشت‌های الکساندر گراهام بل به تازگی فاش شده وقتی که تلفن رو اختراع کرد با کمال تعجب دید که جنتی 3 تا میسکال انداخته. این خبریه که همین الان ترند جهانی یک هستش. این هم عکسی است از آخرین کیک جشن تولد جنتی که میگن یکی از دلایل آلودگی هوای تهران دود کردن همین شمعای کیک جنتی بوده که خودتون ملاحظه می‌فرمایید. خب فرضاً اینا که گفتی همش اطلاعات تاریخی بود. آیا جوک جدید هم از جنتی داری؟ والا من جوک جدیدی ندارم، ولی این همریش شجونی که یک فسیل دیگه مثل خود جنتی این جوکو داره. یا جوک هم براش گفتم میگن که اسرائیل به آقای جنتی گفته که تو 1 هفته بمیر، اگر دیدی اون ور دنیا بده من تو رو دوباره برمیگردم. و اسرائیل میخواسته گول بزنه ولی گول نخورد. آقای جنتی خودمون میخندی، گفت دیگه چی میگن؟ حالا جالب اینه که این جنتی که خودش الان داره به 90 سالگی میرسه، برای اونایی که خیلی دوستشون داره آرزوی مرگ میکنه. اولا آفرین بر سردار سلیمانی، خودش هم عاشق شهادت سال هاست، اما امیدواریم بعد از 10 سال 20 سال 30 سال دیگه انشاءالله به این آرزوی خودش برسه. بله، این هم نحوه نثار کردن محبت به سبک جنتیه. اما سوالی که اغلب مردم در مورد جنتی توی ذهنشون دارن اینه که چی شد جنتی سر از شورای نگهبان در آورد؟ کدوم دایناسوری اون رو کشف کرد؟ در همون اوانی که من در خوزستان بودم از رادیو شنیدم که حضرت امام رضوان الله علیه من را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردن. من تعجب کردم واقعا، چون خودم قبلا اطلاعی نداشتم و شدم عضو شورای نگهبان. تازه خوبه که خودش هیچ ادعایی نداشته که الان 30 سال بالای شورای نگهبان خیمه زده. ضمن اینکه این شورای نگهبان فقط یکی از کرسی‌های جنتیه. دکان دیگه‌اش امامت نمایش جمعه است که هر بار که اونجا نوبتش میشه به اندازه 10 تا گوبلز بر علیه تمام دنیا پروپاگاند میکنه. البته اگر کسی متوجه بشه که چی داره میگه. امثال اینا با نداریم 18 تیر به جمر چند تا شما منظره او و به نظر او و برای رضایت سیاه برای منابع این میخواید بگید ما بگیدون بدیم از جنگ 22 روزه از جنگ دست شما هستید که اسرائیل چرا شعور نداری؟ اگر از این صحبت‌های مهمی که الان شنیدید چیزی دستگیرتون نشد اصلا نگران نباشید، چون این صحبت‌ها رمز شده است و فقط اجدادش توی اون دنیا این حرفا رو میفهمن. 90% به زبان انسان‌های اولیه است، توی اون 10% باقی موندن بند رو آب میده که بله توی انتخابات هم مسائلی هست. مسائل انتخابات یه مسائلی داره که قبلا هم بوده، یه مسائل تازه‌ای هم داره. حالا منظور از این مسائلی که از قبل بوده و تازه هم نیست چیه؟ منظورش از این مسائله. یه پاکت بده تو الان، تو پاکت بده. آها، از اینا باشه دیگه، حساب میکنیم که بعد انتخابات حل اون پروژه حل حساب میکنیم. از این مسائل از قبل هم بوده، در قبل بوده، در گذشته بوده، الان هم بیشتر خواهد شد که یه عده‌ای از همین منابعی که اشاره کردم که اینا تازگی داره
خرج میکنن، یه عده با پیمانکارها که اینم جلوتر بوده قرار میبندن، پول نداره خودش به پیمانکار میگه فلان مبلغ بده برای انتخابات من وقتی رفتم تو مجلس یه چند برابر عاید تو میکنم، باید قرارداد می‌بندیم و وقتی تو برو هر چی میخوای استفاده کن. بله، بعدش هر چی میخوای از مال مردم استفاده کن. ولی اگر کسی به رشته باستانشناسی با گرایش جنتی علاقه‌منده، ما میتونیم ریفرانسش بدیم به یک جمله طلایی که تمام دیدگاه فلسفی جنتی بر روی اون بنا شده. برات فقیه ضد دیکتاتوریه. اصلا برات فقیه عادل را میخوان برای اینکه جلوی دیکتاتوری ها رو بگیره. بله، وقتی یک نفر بتونه ولایت فقیه رو ضد دیکتاتوری ببینه، یعنی این نگاه رو داشته باشه، خب جای تعجب نداره که تنها روشی که به عقلش میزنه برای ادامه حکومت بافتن طناب داره. یعنی توی این کله به جز این روش هیچ راه حل دیگه‌ای برای بقای نظامشون وجود نداره. همین جوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردید و دست شما درد نکنه، 18 تیر ضعف نشون دادیم، چند تا شما دستگاه قضایی اعدام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادیم، این عاشورا به وجود آمد. اگر حالا از این ضعف از خودتون نشون بدید، آینده بدتری در انتظار شما هست. دیگه اینجا کسی سوالش نمیشه که حقوق بشر کجایی، دقیقاً کجایی؟ حقوق بشر؟ توی این تفکر این یک کلمه ناشناخته است. تنها چیزی که اینجا معنا داره حقوق امامه. تازه اینا که این شدن، ببین خمینی کی بوده که شک‌های اینها رو برطرف می‌کرده. همون وقتی ما تو دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار می‌کردیم، بعضی‌ها می شک می‌کردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم. امام میفهمه اون که جرمش مسلمه نباید معطلش کرد. برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه، فقط بشناسیم که کسی رو عوضی نیاورده باشن اینجا. بی دلیل نیست که یه همچین موجودی که انبوه حکم مرگ صادر کرده و فراخوان مرگ میده، خب یه ملتی هم برای مرگش آرزو میکنن و تو قالب جوک اون رو منتشر میکنن. بنابراین پیش بینی ما برای نمیرالدوله نظام اینه که در سال 95 احتمال اینکه نزد سایر رفقاش مثل طبسی و مهدوی کنیبره بیشتر از هر زمان دیگه است. ولی چیزی که به طور قطعی میشه پیش بینی کرد اینه که جوک‌های جنتی از خود جنتی بیشتر عمر خواهند کرد. عزما گیونه کوسه حیرونه، منم که شدم خلو دیوونه، عاشق نظام چه شوره، جای هممون تو گوره.